سوال این است که آیا برای کسانی که در حاکمیت هستند و ما را دشمن خود اعلام کردن، حاکمیت، حفظ حاکمیت، رسیدن به حاکمیت چی معنی دارد؟ اگر برای ما معنیش این است که یک وسیله عملی کردن اهداف خود ممکن سربلندی ملت است، برای آنها حفظ حاکمیت که الان در اختیارشون هست، این تمامی معنی زندگی و بود و نبودشون هست. این همون هدف استراتژیشون هست. چون حاکمیت، ما با حاکمیت را همچنین وسیله برای رسیدن به اون هدف بزرگ خود میدونیم، اما اینها حاکمیت را برای ادامه بقا، برای ثروت جمع کردن، برای دزدیدن و برای حاکمیت بالای ملت تاجیک میدونن. طبیعی است که مناسبت اونها در مقایسه با ما فرق میکند. ما وقتی که هدف عالی خود، هدف استراتژی یک جامعه آزاد و مردمی